السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران خواهران دوستان عزیز مهربان، یک چند روز می شود که در همین شبکه ها فقط ویدیوی بابای قند برآورده هستند. بابای قند ترمه شد، بابای قند سرا شد، چلک شوریدن، ناخون شکندن، سرا شده. ای شیطانی را بس کنین، بابای قند در خونش یوم بکرده. خوای چیکار دارین با هم بابای قند؟ اوخی او در کامنتر نویسوندن که سیم زن میگیره، اوخی سه تا میگیره، چهار تا میگیره. کور چون چیه شما را من گرفتم گیره، قوتش که میرسه گرفتن گیره. از همه اساس یک بچه در کامنتر نویسونده که میگه 9 سال میشود در روسیه کار میکنم، یک زن گرفتن نمیتونم، اما بابای قند زنی سیم گرفتنی ای اوخی من بگیره. یگان نویره اویسه داشتگیست بو بطره میتا اوخی. خب دوستان عزیز، مسئله بابای قند در خانه استراحت کرده. خوای چای چپاتی چاینکی قرمزی در پیشش موندگی براحت کرده، مزه کرده زده است. آزادی مبارک بابای قند. نفرانی که مقصد دوست هستند در حقش دعاگو باشین. خیترکایی که در حق بابای قند دشمنی دارن یگان چی کامنتر ده بنویسونین. شما را هیچ من کرده نمیشه. اگر از طرف اسلام هم گپ زنن، از طرف دیگه چیزا هم که گپ زنن، شما را دهتون ببندن بود دیگه جوتون قطعی گپ میزنین. خفه نشین. بیسوریاتون همین مردکن رنگ خیلی زنکی را دارین. وقتا خیلی زنکی دارین. در همون کامنتر گپ زدن نمیدونین. تمام. خب الله مهربان هممون هدایت کنه. ویدیوی نو میشوه، ویدیوی نو بی‌صبرانه انتظارشین. بابای قند مرحمت دینا بیوون بیا ان شاء الله یک توله چای میگیریم. خدا نگهبان تا ویدیوی آینده. خداحافظ.